ضرر تماکو یا خود سیگار را همه می‌داند، اما با وجود دانستن ترک عادت امری محال است. تماکو در ترکیب خود نیکوتین دارد که به سیستم عصب کیفیت خوش می‌بخشد، اما این کیفیت چند لحظه‌ای سبب بیماری‌های یکمره یا مرگ شده می‌تواند. گویا که سیگار کشند یا که نوز کشند غمشان یا که یک وی مشکلات حل میشد یا که عصبشان آرام میشود. این چیزها بی اساس می باشند. برعکس در نتیجه پیدا هم استعمال کردن گفتیم که وابستگی روحی و جسمانی پیدا می شود. بغیر از این زهرالودشویی شدید، زهرالودشویی مزمن وارد می شوند. مثلا همین دودی سیگار نفس میکشیم، در ترکیبش یک ماده های سوختگی من گفتیم که متال های وزن میس و کوبالت و دیگر چیزها موجود می شود که اون چیز رفته در شوشی انسان تحشیل می شود یا که جوگیر می شود. مثلا باز موم دارد که استعمال نمیگن، این چیزها همش برای ضرری انسان می باشد. مسئله سیگارکشی نورسان یکی از معماهای داغی روز به حساب می رود. آنها بیشتر از راه تقلید یا خود هوای و هوس و چاکیدن شروع می کنند، اما با مرور وقت تماکو کشی به عاقبت‌های شدیدی وابستگی آورده می رساند. در نتیجه ارگانیسم به بیماری‌های گوناگون گرفتار می شود. میرزانبی میرزا هاشموف، دکتر مرکزی نارکولوژی ولایت سوخت گفت که یکی از این نوع بیماری‌های خطرناک این سرطان شش می باشد که بیشتر سیگارکشان مبتلا می شوند. تشکیلات عمومی جهانی تندرستی تحقیقات علمی کرده معین کرده است که در بین سیگارکشان اساساً فایزی گرفتاری به سرطان شش خیلی زیاد می‌باشد. بغیر از این به التهاب شدیدی یا که مزمن راه نفس یا که میگن که به اصطلاح روسی برانخیت کوریلچکه، عموما این چیز به ارگانیسم انسان ضرر دارد. دود سیگار غیر از نیکوتین باز ماده‌های زیادی ضرر آور از قبیل گازی غباری انگشت، کیسلات خلورید، بنزوپرین، دوده و باز چند نمود دیگر را دارد. نیکوتین نه تنها برای سیگارکشان ضررناک است، اینچنین قسمی زیادی آن به هوا برآمده آدمان گرد و اطراف را زهرآلود می‌سازد. قریب همه سیگارکشان گرفتاری گازکی راهی نفسند و سلفه سختی آنها از این خاطر است. بنابراین سیگارکش‌ها بیشتر به بیماری‌های التهابی و سرایت کننده گرفتار می‌شوند. مواد سیگار اگر در نقص سوختن حاصل میشد، موادهای اساساً منگری متال های وزنین یا که همون بنزوئات میگویند که مسئول سوختن پیدا میشد و با ضررش همین که یکم به سرطان شش آورده میرساند. طبق معلوماتی که از شبکه جهانی گوگل دسترس شد، تماکوکشان نظر به اشخاصی که سیگار نمیکشند به سرطان شش 10 مراتبه، سرطان حلق از 6 تا 10 مراتبه و سرطان سرخ از 2 تا 6 مراتبه بیشتر گرفتار میشوند. شخصی که در خانه دودی سیگار داشته 1 ساعت مینشیند برابر به آدمی 4 دانه سیگار کشیده زهرآلود میشود. زنانی که تماکو میکشند کودکشان نسبت به زنانی که تماکو نمیکشند 70% بیشتر میفوتند. حاضر ما مراجعت میکردیم که برای نیست که برآمدن از حالت همین سیگارکشی یا که از همین عادتی بدگویی مایکو جدا شدن مستقلاً نمیتوانند. شهروندان مراجعت میکنند، ما مصرف میتیم، معالجه میکنیم. معالجه گفته بسیارشون از بهر همین سیگارکشی و نوزکشی میبرند. البته معالجهش دشوار میباشد. برای همین ما توصیه میدیم که علاجی واقع پیش از واقع میگوییم. عموما از خردسالی یا که شهروندان از همین استعمال سیگارکشی یا که نوزکشی خودشان خودداری کنند بهتر. طبیبان، بخش‌های تندرستی، تشکیلات‌های جهانی بر ضد سیگارکشی مبارزه می‌برند، اما با وجود این استحصال تماکو منع نشده است، زیرا این یک نوع تجارتی اقتصادی میباشد. اشخاصی که تابع سیگار شدند نباید فراموش سازند که به خاطر پیشرفت تجارتی شخصانی دیگر سلامتی خود را قربان سازند. گزارش سومن حامید و نوریدین حکیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.